با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان خوب و همیشگی کانال بهار نارنج. خدمتتون رسیدم با پرده 22 از کتاب زیبا و شنیدنی اشرف زادگان فقیر. واقعیتش این که من دلم نمیخواد این کتاب رو به صورت توتیوار فقط بخونم و تایممو پر بکنم و یه فیلمی آماده داشته باشم که برای شما بذارم. دلم میخواد جمله به جمله مفاهیم این کتاب رو درک بکنم و انشاءالله بتونم در زندگی ازش استفاده بکنم و همینطور دلم میخواد شما عزیزان هم به همین نحو بتونید از اون بهره کافی رو ببرید. اگر توی پارت گذاری ها فاصله میفته و طبق روالی که گفتم نتونستم اونجوری که باید انجام بدم، امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید و از شنیدن این قسمت هم لذت ببرید. پرده 22 پشتکار لازمی رسیدن است. خداوند روزی هر پرنده‌ای را به او داده است، ولی هرگز آن روزی را در لانه‌اش قرار نداده است. پشتکار عاملی مهم در روند تبدیل اشتیاق به معادل مادی آن است. اساس پشتکار نیروی اراده است. نیروی اراده و اشتیاق وقتی که درست ترکیب شوند جفتی مقاومت ناپذیر می سازند. افراد ثروتمند نیروی ارادی خود را با پشتکار ترکیب می کنند و به عنوان اساس آرزوهایشان مورد استفاده قرار می دهند تا نیل به اهدافشان حتمی شود. بیشتر مردم حاضرند اهداف و مقاصد خود را کنار بگذارند و با دیدن اولین نشانه مخالفت یا بدشانسی تسلیم شوند. معدودی به رغم همه مخالفت‌ها ادامه می‌دهند تا به هدف خود برسند و این معدود افراد همان فوردها، کارنگی‌ها، ادیسون‌ها، بیل گیتس‌ها، استیو جابزها هستند که علاوه بر ثروتمند کردن خود و هزاران نفر دیگر باعث دگرگونی در سر تا سر دنیا می‌شوند. هیچ جایگزینی برای پشتکار وجود ندارد. نمیتواند با ویژگی دیگری تعویض شود. در آغاز این را به خاطر بسپارید و هنگامی که پیشرفت سخت و کند صورت میگیرد به شما دل و جرأت خواهد داد. هرگز به افرادی که به طور طبیعی استعداد ذاتی دارند و دارای موهبت هستند حسادت نکنید. برای افرادی که به ندرت ارزش تلاش و پشتکار و تمرکز را میفهمند، این موهبت نوعی نفرین به شمار میآید و آنها بعدها بهای آن را خواهند پرداخت. هر روز نخستین روز بقیه زندگی شماست. توانایی فراموش کردن شکست‌های گذشته‌تان را افزایش دهید یا به عبارت دقیق‌تر ناراحتی‌ها و یأس‌هایی را که در وجودتان نشسته به فراموشی بسپارید و در عین حال از گذشته‌ها درس بگیرید. به خودتان بگویید هر شکستی را که با آن مواجه می‌شوم از شکست‌های آینده ام یکی کمتر می‌کند، به شرط آنکه درس‌های لازم را از گذشته یاد گرفته باشم. اگرچه ممکن است متناقض به نظر برسد، اما هر شکست در عمل شما را به هدفتان نزدیکتر می کند. شکست‌های شما به قدرت شما تبدیل می شود و جنبه‌های دیگر موفقیت آینده شما هستند. آنها هزینه‌هایی هستند که باید برای موفق شدن بپردازید. توانایی فراموش کردن ناکامی‌های گذشته را در خود تقویت کنید. لوح وجودتان را پاک کنید. زندگی شما هر روز صورت جدیدی به خود می‌گیرد. اراده‌تان هر روز قوی‌تر می‌شود و به موقعیتی دست خواهید یافت که حتی خوابش را هم نمی‌دیده‌اید. فقط پشتکار داشته باشید. پشتکار تمام موانع را پشت سر می‌گذارد و بلوغ واقعی نیز در پشتکار نهفته است. این دلیل نهایی عشقی است که نسبت به کارتان ابراز می‌دارید. اگر واقعا به آنچه انجام می‌دهید عشق بورزید و به کارتان دلبستگی شدیدی احساس کنید، آنگاه هر تجربه‌ای که در رابطه با آن به دست آورده اید پرثمر خواهد بود و چیزی به نام شکست وجود نخواهد داشت. هر چیزی را که در زندگی تجربه می‌کنید درسی به شما خواهد آموخت. شکست را فقط در چشمان آدم‌های عادی می‌توان دید. از اشتباه کردن یا شکست خوردن شرم نکنید. حتی عیسی مسیح وقتی صلیب را حمل می‌کرد 3 بار زمین خورد. هر بار که به زمین افتادید باید دوباره بلند شوید. با نیروی آرمان‌های بی‌پاسختان بلند خواهید شد. حتی اگر خنده و تمسخر اطرافیان، گاه دوستان و حتی خانواده‌تان را بشنوید که بایستی پشتیبان شما در زندگی باشند. با هر شکستی که می‌خورید شخصیت شما قوی‌تر و روحتان مقاوم‌تر می‌شود. بیشتر از پیش در سرنوشت خود مسلط می‌شوید و بدانید شخصیت مساوی است با سرنوشت. هر شکستی نواقص شخصیت را برطرف می‌کند. در پذیرش شکست هرچه بیشتر صبور باشید، کمال شما بیشتر می‌شود. زیرا صبر و بردباری از اجزای اصلی بزرگی هستند.
شما خود می‌دانید که این شکست فقط یک سنگ پله است و وقتی از تمام پله بالا رفتید وارد دشت پهناور موفقیت می‌شوید. محصولی که در آن برداشت می‌کنید بسیار با عظمت خواهد بود. صدها بار با عظمت‌تر از تصورتان. زیرا هر آنچه به شما خواهد داد چیزی از شما طلب نخواهد کرد. زیرا طبیعت و کائنات خیلی بزرگمنش هستند. به نظر می‌رسد کسانی که به داشتن پشتکار خو گرفته‌اند در برابر شکست بیمه شده‌اند. هر چند بار هم که شکست خورده باشند مهم نیست، سرانجام به نوک نردبان نزدیک می‌شوند. گاهی به نظر می‌رسد شکست راهنمایی مخفی است که وظیفه‌اش آزمودن مردم از طریق انواع تجارب ناامیدکننده است. دنیا در برابر کسانی که پس از شکست بلند می‌شوند و به تلاش برای رسیدن ادامه می‌دهند فریاد می‌زند آفرین، می‌دانستم تو از پس آن برمی‌آیی. معمولاً شکست همون موفقیت است که می‌خواهد از راهی بزرگتر زاییده شود. اینجاست که پشتکار و مداومت به مدد انسان می‌آید تا ثمره‌ای عظیم‌تر بیافریند. راهنمای مخفی جهان هستی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد بدون قبول شدن در آزمون پشتکار از موفقیت‌های بزرگ برخوردار شود. کسانی که نتوانند این آزمون را خوب پشت سر بگذارند نمره نمی‌آورند. آنها که بتوانند امتحان را خوب بدهند برای پشتکارشان جایزه می‌گیرند. آنها در ازای دنبال کردن هر هدفی جایزه می‌گیرند. این همه اش نیست. آنها چیزی به مراتب مهمتر از پاداش مادی می‌گیرند. این به اینکه هر شکستی بذر سودی معادل با خود دارد. اگر در مسیرتان به مانع برخوردید، آن را دور بزنید، تلو تلو بخورید، بلند شوید، کمی عقب نشینی کنید و سریعتر از قبل به راهتان ادامه دهید. با چالش‌ها روبرو شوید، عمیق‌تر فکر کنید و اگر به دیواری برخوردید از بالای آن بپرید. انتخاب با ماست که آیا بازخورد را میپذیریم و میگذاریم فرصت‌ها را به ما نشان دهد یا نه. ما هیچ وقت نمیدانیم یک فرصت قرار است ما را به کجا ببرد، ولی بدانید که تمام مسیرها به موفقیت منتهی میشوند. بزرگترین مانع شما بزرگترین فرصتتان را درون خودش مخفی کرده است. خودتان را به منظم بودن عادت دهید. سماجت و نظم لازمه موفقیت است. هیچ جایگزینی برای سماجت وجود ندارد. با هیچ خصوصیت دیگری نمیتوانید آن را جایگزین کنید و در ابتدای راه وقتی که شکوه و عظمت خیلی دوردست و ناممکن به نظر میرسد به شما قوت قلب میدهد. کسانی که به سماجت عادت دارند با شکست بازی میکنند. مهم نیست چند بار نتیجه دلخواه را نگیرند. آخر کار به بالای نردبان دست پیدا خواهند کرد. گاهی به نظر می رسد که یک راهنمای نامرئی وجود دارد که وظیفه دارد در برابر تمام تجربیات ناامید کننده ما را آزمایش کند. کسانی که بعد از شکست خوردن همچنان تلاش می کنند دنیا آنها را تشویق کرده و توانایی رسیدن و انجام دادنش را به آنها می دهد. اما راهنمای نامرئی اجازه نمی دهد به راحتی و بدون عبور از امتحان سماجت به خواسته هایتان برسید. البته سماجت آگاهانه. منظم بودن توانایی این است که به خودتان یک دستوری بدهید و بتوانید از آن پیروی کنید. اگر انضباط ندارید تصمیم بگیرید تا آن را به یکی از خصوصیت‌های اصلی شخصیت خود تبدیل کنید. هدفتان باید واقعاً آن چیزی باشد که می‌خواهید به آن برسید و نمی‌دانید که چگونه می‌توانید به آن برسید. اگر می‌دانید که چگونه می‌توانید به آن برسید، پس دارید از یک راه غیر مستقیم می‌روید که هیچ رشدی در آن وجود ندارد. منظورش اینجا دقیقاً رشد شخصیتی شماست. اما وقتی می روید به سراغ چیزی که اصلاً نمیدانید چطور به دستش بیاورید، دارید به سمت جلو حرکت می کنید و یک سیر صعودی طی می کنید. در نتیجه در ابتدا هدفتان باید آن چیزی باشد که واقعاً می خواهید و بعد با نظم دادن به خودتان رسیدن به آن هدف را ممکن سازید. تصمیم خود را بگیرید تا نظم و انضباط را به یکی از جنبه‌های شخصیتیتان اضافه کنید. البته این نظم برای هر کسی یک معنی خاص دارد، اما در مجموع انضباط باید به گونه‌ای باشد که شما را به هدفتان نزدیکتر کند. آگاهان می‌دانند که زندگی جاودانه است و هرگز تمامی ندارد. در نتیجه 10 سال یا 20 سال در مقابل زندگی واقعی چیز زیادی نیست و این آگاهی به آنها صبر بی‌اندازه می‌دهد. آنها در مورد زمان مثل افراد عادی قضاوت نمی‌کنند. افراد عادی در نخستین مرحله بروز مشکلات ناامید می‌شوند. 5 سال، 10 سال و 20 سال نه، بلکه حتی 1 سال هم صبر نمی‌کنند که میوه‌های تلاش آنها به بار بنشیند و خیلی‌ها همان چند ماه و حتی چند روز اول رها می‌کنند و می‌روند.
آدم‌های فوق‌العاده در زندگی چنان عمل می‌کنند که نه فقط بر زندگی خود بلکه بر زندگی ده‌ها نفر دیگر و یا زندگی آینده اشراف کامل دارند. به این دلیل است که خیلی از نوابغ از همان کودکی نبوغ خود را آشکار می‌سازند. در حقیقت آنها خیلی زود برای زندگی آینده آماده می‌شوند. علاوه بر این انسان‌های آگاه صبر زیادی دارند و هر روز خود را با نوعی فاصله طی می‌کنند. دانش وسیع به آنها آزادی می‌بخشد و تمام ترس از مرگ را از وجود آنها زائل می‌کند. هر کاری را که باید انجام دهند انجام می‌دهند و به درآمدهای حاصل از کارشان فکر نمی‌کنند. حتی اگر آنها کارشان را از دل و جان انجام دهند، هر لحظه حاضرند از آن جدا شوند. اگر قرار شد مأموریت آنها که معمولاً یکسان است در جای دیگر و با جمعی دیگر انجام شود، آرام می‌پذیرند، زیرا می‌دانند زندگی حقیقی بسیار بزرگ است، 10 بار بزرگتر از آنچه اکنون دارند. همیشه هدف خود را در ذهن خودتان پرورش دهید و آن دشت وسیعی را در نظر بگیرید که میوه‌های دولت و فرزانگی در آن رشد می‌کنند و اینجا مکانی است که روحتان به آرامش خواهد رسید. اصالت عشقتان و صداقت آرزو و بزرگی ایمانتان را در راهی که برگزیده اید ثابت کنید. بدانید که جاودانه هستید و بدانید که بزرگتر از شکست‌هایتان هستید و حتی بزرگتر از موفقیت‌هایتان. هرگز ناامید نشوید، هرگز. حتما برایتان اتفاق افتاده است که کاری را با انگیزه زیاد و پر انرژی شروع می‌کنید، ولی بعد از مدت کوتاهی نسبت به آن کار دلسرد و بی‌انگیزه شده تا جایی که دیگر انجام آن کار یا هدف را به فراموشی می‌سپارید و اگر دوباره بخواهید شروع به انجام همان کار کنید، دوباره باید همان انرژی اولیه و پروسه را برای شروع به کار بگیرید و باز هم ممکن است به علت تکرار این پروسه دوباره دلسرد و منصرف شوید و بارها این پروسه را تکرار کنید، ولی هرگز به خواسته ایتان نرسید. مانند کسی که اضافه وزن دارد و با انرژی تصمیم میگیرد که وزنش را کاهش دهد، ولی بعد از مدت کوتاهی ورزش و رژیم غذایی خسته می شود و برنامه ریزیش را رعایت نمی کند. سپس به همان حالت اول برمیگردد و حتی بدتر از آن. اگر دوباره بخواهد وزنش را کاهش دهد، دوباره باید برای شروع انرژی زیاد مصرف کند و دوباره همون پروسه اولیه را طی کند که به هدف خود نزدیک شود. طبیعتاً این تکرار و صرف انرژی تاثیر بسیار زیادی بر انگیزه شما در رسیدن به هدفتان دارد. حتی فکر کردن به طی دوباره این مراحل طاقت فرسا و آزاردهنده است و چه بسیار افرادی که به همین دلیل از رسیدن به خواسته هایشان دست کشیدند. وقتی میخواهید یک اتومبیل را هل بدهید تا راه بیفتد، به انرژی و فشار زیادی نیاز دارید، ولی به محض راه افتادن با یک نیروی جزئی اتومبیل به حرکت خود ادامه میدهد. اتومبیل برای اینکه از حالت سکون به حرکت در بیاید به یک میزان مشخص انرژی فعالسازی نیاز دارد، ولی به محض اینکه شروع به حرکت کرد، همچنان که به حرکت خودش ادامه میدهد، برای ادامه حرکت به مراتب به انرژی کمتری نیاز دارد، مگر اینکه توسط جسم دیگری متوقف شود. البته کاملا مشخص است که اگر این اتومبیل مجدد متوقف شود، دردسر شروع می شود، چون برای حرکت مجدد دوباره به همان میزان انرژی اولیه یعنی انرژی فعالسازی نیاز است. متاسفانه این کاری است که بسیاری از ما در زندگی انجام می دهیم. هر زمان که پروسه تلاش برای دستیابی به اهدافی که داریم را شروع می کنیم، به علت عدم استمرار ماشین هدف ما متوقف می شود. در نتیجه ما را وادار می کند تا مجددا این فشار زیاد و نیروی اولیه یا انرژی فعالسازی را به ماشین هدفیات به خود وارد کنیم تا مجددا شروع به حرکت کند. علت این است که بسیاری از این نکته کوچک اما بسیار مهم غافل هستند که برای حرکت مستمر و مدام به سمت هدف باید همواره آن انرژی جزئی لازم را به ماشین هدفیاب خود وارد کنند تا از حرکت متوقف نشود. بنابراین ماشین هدفیابشان بارها متوقف می شود که آنها را وادار می کند تا هر بار برای شروع مجدد انرژی بسیار زیادی را وارد کنند و در عین حال بازدهی بسیار ناچیزی داشته باشند. هرگز اجازه ندهید ماشین حرکتتان در مسیر رسیدن به اهداف و آرزوهایتان متوقف شود.
به طور مستمر و روزانه قدمی هرچند جزئی و ناچیز به سمت هدف و آرزوی خود بردارید و روزانه خود را بسنجید که آیا قدمی به سمت اهدافتان برداشته اید و البته گاهی متوقف شدن و رها ساختن کوتاه مدت اهداف برای جان گرفتن مجدد و برگشت به مسیر لازم است، چرا که خود این رهایی یک قدم رو به جلو محسوب می شود و این امر نیاز به پشتکار، استمرار و نظم دارد. در واقع 3 سطح از به اصطلاح خواستن وجود دارد. سطح اول این است که میگویید من میخواهم ثروتمند شوم، یعنی به بیان دیگر اگر از آسمان پول به دامان من بیفتد آن را میگیرم. خواستن تنها. خب خسته نباشند واقعا گروه اول. حالا میرسیم به سطح دوم. سطح دوم از خواستن این است که من ترجیح می دهم که ثروتمند باشم. این مطلب ایجاب می کند که برای ثروتمند شدن تصمیم گرفته شود. انتخاب کردن دارای انرژی قوی تر بوده و دست به دست می گردد تا واقعیت را به وجود آورد. انتخاب بهتر است ولی بهترین نیست. سطح سوم از خواستن این است که من متعهد به ثروتمند شدن هستم، یعنی هر آنچه و هر مدت زمان که برای این کار لازم است برای کسب ثروت انجام بدهید. نه عذری، نه اگر و اما و شایدی و نه شکستی در این راه وجود ندارد. بیشتر مردم هیچ وقت به معنای واقعی به خودشان تعهد نمی‌دهند که ثروتمند شوند. این تفاوتی است که بین مردم ثروتمند و مردم فقیر وجود دارد. اگر کاملا و در حقیقت متعهد به ایجاد ثروت نیستید، شانسی هم برای به دست آوردن آن نخواهید داشت. جالب است بدانید که وقتی شما متعهد به کاری شدید، دنیا با تعظیم کردن از شما حمایت می‌کند. تا زمانی که فرد متعهد نشده تردید وجود دارد، امکان عقب کشیدن وجود دارد، کارایی وجود ندارد. در ارتباط با همه اعمال شهودی یک حقیقت ابتدایی وجود دارد، غفلتی که عقاید بیشمار و برنامه‌های بیشماری را می‌کشد. لحظه‌ای که فرد بی برو برگرد خودش را متعهد می‌کند، مشیت الهی نیز به حرکت در می‌آید. همه نوع اتفاق می‌افتد تا به آن کمک کند که در غیر این صورت هرگز رخ نمی‌داد. جریان کاملی از رویدادها از تصمیم ریشه می‌گیرند. هر نوع رویداد و جلسات پیش‌بینی نشده و کمک‌های مادی که هیچ کس نمی‌توانست حتی خوابش را ببیند به کمکش می‌آید و به نفع او اوج می‌گیرند. هر کاری می توانید بکنید یا هر رویایی می توانید داشته باشید، آن را شروع کنید. جسارت در خود نبوغ، قدرت و معجزه دارد. قسمت بعد پرده 23، ترس، تردید، تصمیم گیری.